رهای رسول اکرم به شما خبر دهم. در حکایه ها می آید که بار حبیب خدا همراه تمام اصحاب خود، صحابه های خود از مدینه منوره بیرون شدند و در یک سرزمین دیگر رسیدند و پیغمبر خدا در جای خود نشستند و این صحابه ها هم، چه ابوبکر صدیق، چه عمر ابن الخطاب، چه عثمان، چه حضرت علی و دیگر یاران پیغمبر در اطراف پیغمبر بودند و پیغمبر خدا از آنها یک سوال کرد، یک سوال داد. گفت ای اصحاب من، برای من خبر دهید که از همه دیده ایمانی کی عجیبتر ایمان است. یعنی عجیب گفته مثل که اگر به گوش ما و شما میرسد که یک آدمی خیلی از خدا و از پیغمبر دور وقتی ایمان میارد، آدم تعجب میکند که نخواه که فلانی ایمان آورده باشد. یعنی یک صیغه تعجب است، یعنی انسان حیرت میماند. رسول اکرم این گونه سوال کردند: ایمانی کی چنان ایمانی هست که انسانهای دیگر را در حیرت بیارد؟ صحابه های پیغمبر گفتند ایمان ملائکه ها. ایمان ملائکه ها ایمانی هست که تمام بشریت را در حیرت می آرند چگونه ایمان داشته باشند. رسول اکرم گفتند نه، گفتند ایمان ملائکه ها ایمانی عجیب نیست. ایمانی که شما را در حیرت بیارد این گونه ایمان نیست. گفت اونها چگونه ایمان نداشته باشند زمانی که اونها در حضور خدا هستند. اونها در حضور خدا هستند، در نزد پروردگار هستند. اونها چگونه به ایمان وجود داشته باشند؟ یعنی اونها باید حتمی ایمان بیارند. ایمانی اونها هیچ عجیبی ندارد. صحابه گفتند پس ایمان ملائکه ها که ایمان عجیب نباشد، ایمان پیغمبرها ایمان عجیب است. پیغمبر خدا گفتند نه، گفتند پیغمبرها هم ایمانشان ایمان عجیب نیست، زیرا که به پیغمبرها وحی الهی پایان می شود و پیغمبرها حضرت جبرائیل پایان می شود. پیغمبرها جبرائیل با چشم می بینند، چگونه ایمان نداشته باشند؟ ایمان پیغمبرها هم ایمان عجیب نیست. گفتند صحابه گفتند پس ایمان ملائکه ها ایمان عجیب نباشد، ایمان پیغمبرها ایمان عجیب نباشد، پس ایمان ما گفت ایمان عجیب است. صحابه های پیغمبر گفتند ایمان ما ایمان عجیب است. رسول اکرم گفتند نه، گفتند ای اصحاب من، ای صحابه های من، ای همنشین های من، ایمان شما هم ایمان عجیب نیست، زیرا که من در بین شما هستم، زیرا که شما معجزه های مرا به چشم میبینید، شما آمدن جبرائیل حس میکنید. از این خاطر ایمان شما هم ایمان عجیب نیست. گفتن ای پیغمبر خدا ما عاجز آمدیم، ایمانی کی ایمان عجیب است؟ ایمان ملائک ایمان عجیب نباشد؟ ایمان پیغمبرها ایمان در حیرت می آوردگی نباشد؟ ایمان ما صحابه هایی که برای تو و برای قرآن و اسلام جانمان فدا میکنیم، ایمان ما هم که ایمانی در حیرت می آوردگی نباشد؟ ایمانی کی ایمان عجیب است؟ پیغمبر خدا گفتند ایمان آن کسانی که مرا نادیده ایمان آوردند، ایمان آن کسانی که در صحبت من ننشستند، از زبان من چیزی را نشنیدند
از معجزات من چیزی را مشاهده نکردند. ایمان اونها ایمان عجیب است. وددت انی لقیت اخوانی، دوست می‌دارم، گفت پیغمبر، دوست می‌دارم که با برادرهای خود ملاقات کنم. قالوا اولیس نحن اخوانک، صحابه ها گفتن ای پیغمبر خدا، آیا ما برادرهای تو نیستیم؟ با ما ملاقات داری کو؟ با ما همنشین هستی کو؟ آیا ما برادرهای تو به حساب نمی رویم؟ قالوا انتم اصحابی، ای اصحاب من، ای همنشین های من، شما برادرهای من نه، بلکه شما صحابه های من هستین، شما هم صحبتان من هستین، شما هم مسلکان من هستین. ولكن اخوانی الذين آمنوا بی ولم يرونی، لیکن برادران من، گفت پیغمبر، آن کسانی هستند که مرا نادیده ایمان آوردند. ما و شما را پیغمبر خدا برادرش میخواند، ما و شما را پیغمبر خدا فرزند میخواند. برای این ایمان ما و شما ایمان عجیب است. طوبی لمن رآنی و آمن بی مرتن و طوبی لمن لم یرنی و آمن بی 7 مرات. پیغمبر چی گفتند؟ خوش به حالی آن امتی که مرا دیدن و ایمان آوردن، مرا دیده ایمان آوردن، یک رحمت خدا بر اونها باد. لیکن آن امت، آن کسانی که نادیده به من ایمان آوردن، 7 رحمت پروردگار به آنها باد. این رحمت های بیشمار پروردگار نصیب ما و شما بندگان بوده است. ما و شما چه امتی بهترین به حساب می رویم، زیرا که ما این حبیب خدا را ندیدیم، زیرا ما در پهلوی این حبیب خدا ننشستیم، از زبان او چیزی نشنیدیم، هرچی دیدیم در کتاب دیدیم، هرچی شنیدیم از زبان عالم ها شنیدیم. ایمان ما و شما ایمان عجیب بوده است. ایمان عجیب است که شما تمام کار دنیا را پس پشت میکنید و برای چه فرضها چه سنتهای پیغمبر دوان دوان به مسجد حاضر میشوید. ایمان شما ایمان عجیب بوده است. خوش به حال همه شما. به این ایمانداریتان، به این امتی محمد صلی الله علیه و سلم بودنتان شما باید افتخار کنین، شما باید فخر کنین که اولا خداوند شما را مسلمان آفرید، مسلمان پیدا کرد، حیات مسلمانی را بر شما نصیب گردانید و از بهترین کتابهای خود که قرآن است خدا بر شما نصیب گردانید. باید در این شما افتخار داشته باشید، شما فخر کنید که بهترین امت هستید و به سوی پروردگار پناه طلب کنید که هزارها شکر به سوی تو که ما را یهودی نگردانیدی، ما را نصرانی نگردانیدی، ما را پیرو دین زردشت نکردی، ما را پیرو دیگر دینهای منسوخه و باطله نگردانیدی. حالان که اونها هم مثل ما و شما چشم و گوش و دست و پا دارند، لیکن خدا اونها را در این راه هدایت، در این راه بهترین سزاوار نگردانید.